عید قیام، روز عید قیام یا توی ایران میگفتیم عید پاک که از کلمه فرانسوی پک میاد و در واقع عید و قیامت و رستاخیز عیسی مسیح. میخوام توی این چند هفته‌ای که باقی مونده راجع به تمام به اصطلاح فکرمون و صحبتمون رو بذاریم برای قیام مسیح و اون رو با هم صحبت بکنیم. در فرهنگ ما ایرانی‌ها یکی از بیشترین سخت‌ترین چیزهایی که قبولش برای همه ما مشکله مرگه. روز اول قبل، هفته، چهله، سال و حتی چندین و چند هزاران سال در کسای مختلف همش گریه و ناله و شیون و ناراحتی داریم از غم از دست رفته عزیزانمون. و چرا؟ اگر به علتش نگاه بکنیم میگیم چرا؟ یکی از علتاش اینه که از آینده خبر نداریم. چون از آینده خبر نداریم و نمیدونیم چی میشه، ناراحت هستیم و افسرده و گریه. در مسیحیان، اونایی که مسیح رو پیروی میکنن، برخلاف ادیان مختلف که یک سری اعمال و رفتار و چیزهای مختلف رو دارن و میگن با انجام این اعمال و رفتار در روز قیامت، اگر به قیامتی اعتقاد داشته باشن، بعضی از ادیان به قیامت هم اعتقاد ندارن، ولی در روز قیامت بعضی ادیان میگن که شما به علت کار خوب و بدی که کردین اونها مشخص میشه و به اون نسبت شما پاداش میگیرین، یا به بهشت میرین یا به جهنم. ولی مسیحیان منتظر این راه و اون روز آخر نیستن. همه ما میدونیم همین امروز که اینجا وایسادیم، اگر که پیرو عیسی مسیح هستیم نجات رو داریم و میدونیم بعد از مرگ به کجا میریم. و این خیلی مشکله که بقیه بفهمن و میگن چطوری؟ این به اعمال و رفتار خود ما نیست. برای چی؟ برای اینکه عیسی مسیح رو کاملا برامون مشخص کرد. برای اینکه با رفتار و اعمال خودمون نیست که بتونیم نجات رو پیدا کنیم، با فیض خداونده. نجات ما از فیض عیسی مسیح و از قدرت و قوت خدا، از فیض اونه، نه از کار ما. چرا؟ برای اینکه اگر بخوایم حساب بکنیم چند تا کی میتونه اینجا برای من بگه که چه گناهی، یه گناه رو اسم ببریم، یه گناه مثلا بگیم دروغ، موافقیم؟ حالا نگیم قتل که خیلی بزرگه، ممکنه همه شما بگیم ما که قتل نکردیم، در حالی که به قول خوزستانی‌ها خداوکیلی، شیرازی‌ها اینو میگن خداوکیلیش اگه بخواید فکر کنین چند بار شده که اگر از ترس قانون نبوده دلتون می‌خواسته یکی رو بکشین، ولی از ترس قانون و بقیه نکشین، ولی خداوکیلیش اگه میتونستیم تو دلمون یارو کشته بودیم، حالا یا رئیسمونه یا همکارمونه یا همکلاسیمون که همیشه نمرش از ما بهتر بوده، به هر صورتی. بنابراین نگیم که خیلی هم هیچ کدوم قتل نکرد. اینو میذاریم کنار، میگیم یه دروغ. چند نفر میتونن به من بگن شما چند تا کار خوب بکن و به فقیر کمک بکن، به مستمند کمک بکن، روزه بگیر، دعا بکن، فلان، چند تا کار خوب بکن که یه دروغی که تو رفتی شهادت دروغ به یکی دادی و زندگی یه نفر رو به هم زدی اونو درست کنی. چقدر جواب خوبی میتونه جواب یه بدی رو بگیره؟ کسی میتونه اینو بگه؟ به هیچ عنوان شما نمیتونید اینها رو با هم اندازه بگیرید، روی یک کفه بذارید. اگر که یه کاری کردین چند تا کار خوب میتونین بکنین که اون کار بدتون رو جبران کنین. برای همین کار خوب و بد ما مهم نیست. کار خوب و بد ما نمیتونه همدیگر رو خنثی کنه، نمیتونه کفه ترازو رو بالا و پایین ببره، چون معیارش به هم نمیخوره، جنسیتش به هم نمیخوره. بنابراین خداوند از رحمتش نقشه رو گذاشته و نقشه نجات خداوند قضا و قدر نبوده، اتفاقی نبوده. عیسی مسیح رد نشده که تنش بخوره، سرش بخوره، به زمین بمیره. نه، نقشه زندگی و حیات بوده که خدای آسمانی، خدای سگانه پدر، پسر و روح القدس در نقش انسان به دنیا بیاد، به عنوان یک پسر خداوند به دنیا بیاد و متولد بشه و در میان ما زندگی بکنه، راه زندگی به ما نشون بده، تدریسش رو نشون بده، بمیره و بعد به خاطر صلیبش و ایمان به خون اون بتونیم ما نجات پیدا بکنیم. اگر به خون اون و به صلیب اون ایمان بیاریم، ما نجات پیدا کنیم، از گناهان خودمون نجات پیدا کنیم و به خاطر اون بخشیده بشیم. چرا؟ بازم این چرا؟ برای اینکه سخت‌ترین مجازاتی که یه نفر رو بتونیم بکنیم چیه؟ شکنجهش بدیم، اذیتش کنیم و بعد بکشیمش. بیشتر از این که دیگه نمیتونیم، مجازات بیشتر از این که نیست. همه اینا رو عیسی مسیح کرد. شکنجه دید، زجر دید، توهین بشد و به صلیب کشیده شد تا هر کس به خون اون ایمان بیاره هلاک نشه، بلکه زندگی جاودان پیدا کنه و نجات پیدا کنه.
پس این نقشه نجات خداوند بوده که خواست خودش بوده و به زمین اومد، از مادر باکره متولد شد. کتاب مقدس که به 2 قسمته، کتاب قسمت‌های اول قبل از تولد مسیح عهد عتیق هستش که تمام پیشگویی، بیشترین پیشگویی‌ها راجع به اومدن عیسی مسیح منجی، مسایا، که تمام یهودیان هم این رو قبول دارن و منتظر ظهور منجی هستن که بیاد و نجاتشون بده. اینها بسیار پیشگویی شده که این منجی کجا به دنیا میاد، از مادر باکره به دنیا میاد، هزاران هزار پیشگویی‌های مختلف و او به دنیا اومد و به دنیا اومد، زندگی کرد و مرد، به صلیب کشیده شد، مرد و مهمتر از اون که تمام زندگی ما رو عوض میکنه و میخوایم راجع بهش صحبت بکنیم، قیام کرد، از مردگان برخاست و قیام کرد. ما میخوایم این رو صحبت بکنیم. این مژده ما، مژده انجیل یعنی مژده‌ای که ما با بقیه میخوایم تقسیم بکنیم و به بقیه بگیم اینه که عیسی مسیح به خاطر گناه من و شما اون رو پرداخت کرد. دیگه شما نمیخواد با کار خوب و ثواب خودتون فکر کنین که بتونین کاری بکنین به حضور خدا بیاد. با خون پاک اون که خودش هیچ گناهی نداشت این کار پرداخته شد و ما با خون اون نجات رو داریم. این رو پولس رسول در اینجا که میخوایم بررسی بکنیم در اول قرنتیان 15 این رو کاملا مینویسه و توضیح میده. پولس رسول که یکی از بزرگان و برگزیدگان و خیلی دولت مقام یهود بوده، شورای سنهدرین بوده، فریسی بسیار عالی بوده، از همه نظر این رو بعد به عیسی مسیح ایمان میاره، این رو مینویسه. بیایم با هم کتابتون اول قرنتیان فصل 15 با هم بخونیم از آیه 3. من مهمترین، یعنی پولس رسول، من مهمترین حقایق انجیل رو همونطور که دیگران به من رساندن به شما اعلام کردم. یعنی این حقایق را که مسیح طبق نوشته‌های کتاب آسمانی جان خود را در راه آمرزش گناهان ما فدا کرد و مرد، در قبر گذاشته شد و روز سوم زنده گردید و از قبر بیرون آمد همانطور که انبیا پیشگویی کرده بودند. پس تمام مغز کلام مسیحیت صلیب مسیح و قیام مسیح، مرگ اون به همون اندازه مهمه که قیامش هم برای ما باید باشه. برای چی؟ برای اینکه تنها کسی که قبل از روز قیامت از مردگان برخاست عیسی مسیح بود. و چرا این کار کرد؟ همونطور که توی زندگیش تمام زندگی و رفتارش برای ما نشانه و آیه‌ای بود، همین هم به ما این ایمان رو میده که روزی ما هم با او زنده میشیم، از قیامت از مردگان زنده میشیم و در حضور خدا با او زندگی میکنیم، همونطور که اون به ما گفته. بنابراین برای ما این خیلی مهمه که بعد از مرگ ما به کجا میریم. مسیحیان با این میتونن روی مرگ نجات و شادی پیدا کنن. اگر شما به هیچ مذهبی عقیده ندارید و بدون اعتقاد هستید، فکر میکنین با مرگ همونجا همه چی تموم میشه. خب این اعتقاد و باور شما. البته برای من خیلی سخته همچین کسی، این به نظر من یه ایمان خیلی بزرگتری میخواد که فکر کنید اگر شما هر کسی یه عزیز توی زندگیش داره، نه شما اون عزیزی که خیلی براتون عزیزه در نظر بگیرید، بگین که خب اون وقتی از بین رفت اون همون جایی میره که فاسدترین و بدترین و گناهکارترین آدمی که شما میشناسین میره. هر دو یه جا رو دارن. پس به نظر شما اگه هیچ زندگی نیست و با مرگ همه چی تموم میشه، این خیلی قبولش برای من یکی خیلی مشکل. دوم، هندوها هستن. مثلا هندوها در دین و ادیان اونا میان ارواح رو میگن هر کی بمیره روحش وارد یه نفر دیگه میشه. اینا روح رو ریسایکل میکنن، مثلا از این استفاده میکنن، میگن مثلا کاغذ رو بندازیم دوباره میسازیم میدیم میره. اینا روح هم این کارو میکنن. بعضی از ادیان جدید نیو ایج میگن انرژی میره و به خاک تبدیل میشه و خاک انرژی میشه و انرژی میچرخه و هیچی. این همه مرده ها تو هوا داریم، ما هواشون میدیم. مسیحیان اعتقاد به قیامت دارن. برای چی؟ چون عیسی از مردگان برخاست. درسته؟ و انقدر این خبر مهمه که هر ساله همیشه راجبش بحثه، قیامت عیسی مسیح، و همیشه صحبت بوده. پولس رسول در اول قرنتیان 15 آیه 12 میگه چون عده‌ای به این اعتقاد نداشتن که قیامتی وجود داره و پولس رسول میگه اما اگه پیغامی که ما به شما دادیم این که مسیح از مردگان برخاست و شما نیز به اون ایمان آوردید، پس چگونه بعضی از شما الان میگین مرده ها هرگز زنده نخواهند شد؟ بنابراین مسیح هم زنده نشده. اگر مسیح زنده نشده پس تمام پیغام‌های ما دروغه، پس حق است، موعظه‌های ما دروغه، اعتماد شما هم به خدا دروغه. پس ما اینجا برای چی نشستیم؟
پس اگه مسیح نمرده و زنده نشده که خبر خوشی نیست، پس مژده‌ای ما نداریم بدیم. باید ما هم بزنیم تو سرمون گریه کنیم دیگه، رهبر ما هم مرده. در حالی که این پولس داره اینجا این رو ثابت میکنه. یکی از فیلسوفان تاریخی از قدیم گفته فقط یک استخون عیسی مسیح رو پیدا کنیم، از این یهودی رو پیدا کنیم، تمام مسیحیت در دنیا از بین میره. یک استخون. این همه فسیل ها پیدا شده. استخون دایناسورها که مال میلیون ها سال پیش بوده پیدا شده. یک استخون رو پیدا کنید. بنابراین نشده. مطمئن باشین انقدر دشمنان تمام طول تاریخ رو سعی کردن یه جوری قیامت مسیح رو از بین ببرن ولی نتونستن. چرا؟ چون حقیقت بوده. نمیتونن جلو حقیقت رو بگیرن. در آیه 3 و 4 ما میایم برمیگردیم و اینو میخوام با هم بررسی بکنیم. به مرگ اون. اول میخوایم از مرگش صحبت بکنیم و اینو کاملا مشخص بکنیم که عیسی مرد. در هر 4 انجیل میدونیم 4 تا انجیل داریم. در هر 4 انجیل به مرگ اون اشاره شده. 4 تا انجیل ممکنه که خیلی چیزاشون با هم فرق متفاوت باشه، همشون یه چیز رو نگن، ولی چند تا چیز هست که تو هر 4 تا انجیل هست. یکیش مرگ مسیح، تولدش، یکیش مرگ مسیح. در انجیل متی 27 آیه 50 میگه آنگاه عیسی ناله دیگری برآورد و جان زد. مرقس 15 آیه 37 میگه آنگاه عیسی فریاد دیگری برآورد و جان زد. لوقا 23 آیه 46 میگه پس عیسی با صدای بلند گفت ای پدر روح خود را به دستهای تو میسپارم. این را گفت و جان زد. یوحنا 19 آیه 29 و 30 میگه فرمود تشنه‌ام. در آنجا سرکه بود. اسفنجی در آن فرو کردند و بر سر نی گذاشتند و جلوی دهان او بردند. وقتی عیسی چشید فرمود تمام شد و سر خود را پایین انداخت و جان زد. در هر 4 انجیل همچنین قسمت دیگه نوشته شده که فقط یه دونش رو براتون میخونم به خاطر وقت. یوحنا فصل 19 آیه 31 میگه یوحنا 19 فصل 19 آیه 31 میگه سران قوم یهود نمیخواستند جسدها روز بعد که شنبه و اول روز عید بود بالای دار بماند. یعنی اینو جمعه به صلیب کشیدن، جمعه الصلیب، گود فرایده. بنابراین از پیلاطوس خواهش کردند که دستور بده ساق پاهای ایشان را بشکنند و تا زودتر بمیرد و جسدشان را از بالای دار پایین بیاورند. پس سربازان آمدند و ساق پای آن 2 نفر را که با عیسی اعدام شده بودند شکستند. وقتی به عیسی رسیدند دیدند که مرده، پس ساق‌های او را نشکستند. با این همه یکی از سربازان نیزه خود را به پهلوی عیسی فرو کرد که خون و آب بیرون بیاید. من خود تمام این رویدادها را دیدم و با چشم خود دیدم و همه را عیناً نوشتم تا شما نیز ایمان بیارید. این رو یوحنا نوشته. برای چی؟ برای اینکه همه ما بفهمیم که اون واقعاً مرد و این یه چیز الکی که وارد کما شده، خوابش برده، بیهوش شده، قش کرده نبوده. چرا اینا رو میگم؟ برای اینکه در اواخر سال 1600 این تئوری در اومد که عیسی مسیح نه بیهوش شده بوده، در کما رفته بوده، وقتی گذاشتنش توی قبر 3 روز بعد به هوش میاد، بلند میشه از در میاد بیرون. ما میخوایم اینو بررسی بکنیم. جز اینکه بخندیم ببینیم چرا. میان با هم قدم به قدم از باغ جتسیمانی میان جلو. آخرین شب عیسی مسیح وقتی شام آخر رو خورد که ما الان میخوریم، رفتن به باغ جتسیمانی و در اونجا دعا میکنن. در مرحله اول در انجیل لوقا فصل 22 آیه 44 پس عیسی با شدت بیشتری به دعا پرداخت و از کشمکش روحی آنچنان در رنج و عذاب بود که عرق او همچون قطره‌های درشت خون به زمین میچکید. هیچ میدونید که در علم پزشکی امروزه ثابت شده. اون موقع اینی که اینجا نوشته شده، البته لوقا خودش پزشک بوده، ولی اینی که اینجا نوشته شده امروزه در علم پزشکی ثابت شده. یک مرحله هست، یکی به اصطلاح کاندیشنی هست به نام همودروسیس خیلی چیز کمیابیه، ولی این ثابت شده که زمانی که آدم‌ها از نظر احساسی و فشار خیلی زیاد روحی و اضطراب باشن، این مویرگ‌های پیشانی ممکنه بترکه و این آب و خون قاطی میشه و عرق مثل قطره‌های خون میچکه. این در علم پزشکی هستش، میتونین برین گوگل بکنین، همودروسیس. بعد این عرق پاره شد. بعد اونجا میخونیم که اون رو دستگیر کردن، شبانه به خانه کاهن اعظم بردن تا محاکمه بشه. مرحله دومش.
بیشتر در چیزایی که ما شنیدیم همیشه فکر میکنیم در فکر ما محاکمه عیسی مسیح همون یه محاکمه است که دیدیم میره پیش پیلاتوس و پیلاتوس میگه من دستمو شستم و فلان، اینایی که ما دیدیم یا شنیدیم، اگرم بخونیم شاید بفهمیم. در حالی که اون شب عیسی مسیح نه یک دونه بلکه 6 تا محاکمه دادگاه داشته. 6 تا، 3 تاش از رومیا بوده، 3 تاش از یهودیا بوده. چجوری؟ در یوحنا فصل 18 آیه 12 و 13 آنگاه سربازان و محافظین مخصوص عیسی را گرفته دستای او را دستبند زدند و او را اول نزد حنا بردند. متی 26 آیه 57 میگه سپس آن گروه عیسی را به خانه قیافا پدرزن حنا که کاهن اعظم بود بردند. بعد در آنجا تمام سران یهود جمع شدند، کاهنان اعظم شورای سنهدرین و همه اونها با هم جمع شدند که باز هم او را محاکمه کنند. متی 27 آیه 2 سپس عیسی را دستبسته به پیلاتوس فرماندار رومی تحویل دارد. لوقا 22 آیه 6 میگه پیلاتوس پرسید این مرد عهد جلیل است، او را به نزد هیرودیس ببریم، چون هیرودیس مسئول ناحیه جلیله، قلمرو حکومت هیرودیسه. بعد هیرودیس دوباره عیسی را به نزد پیلاتوس فرستاد. پس 3 تا محاکمه اینجا، 3 تا محاکمه اونجا، بدون خواب، بدون استراحت، بدون غذا، شب تا صبح روز پنجشنبه. مرحله بعدیش این مرحله دوم. مرحله سوم وقتی عیسی رو برای بار دوم پیش پیلاتوس فرستادن، پیلاتوس گفتش که باهاش صحبت کرد که صحبت‌ها همه نوشته شده و بعد آخرش گفت من در این مرد هیچ گناهی نمی‌بینم که به اصطلاح باید صلیب کشیده بشه یا محکوم به مرگ بشه، بهش میگن شلاقش بزنن و بعد آزادش کنن. این نوشته شده. بعد در متی 26 آیه 67 می‌خونیم که در لوقا 23 آیه 16 بنابراین فرمود فقط دستور میدن شلاقش بزنن بعد آزادش کنن. سربازان او را مسخره کردند، به او شلاق زدند، به صورتش آب دهان انداخته او را زدند، بعد به او سیلی زدند، بعد به او شلاق زدند، شلاقی که از چرم بود. شلاق‌های اون موقع به اصطلاح رومیان بسیار مشهوره در تاریخ. دستش از چوب بود و خود به اصطلاح چیز شلاق از چرم و در این چرم سرب و شیشه، خورده های شیشه و سرب و استخوان میذاشتن. چرا؟ که اینا بچسبه به پوست و پوست رو بکنه. اینا اصلا خیلی شلاق های اونا خیلی مشهور. طبق قانون یهود 40 ضربه شلاق باید میزد و این اندازه زدن هم دستتون رو نمیتونستین بلند کنید، باید اینجوری بود و معمولا 39 تا میزدن. میگفتن اگه یکی اضافه رو بیا کم بزنیم یادمون نره قانون رو نشکنیم، قانون همون بمونه، این حالا اینجوری بزنیم. ولی رومیان همچین قانونی نداشتن. رومیان هر جوری دلشون میخواست این شلاق رو میزدن، نه تنها شلاق رو میزدن، اون مصلوب رو، اون محکوم رو میبستن به یک میله اول اینجوری و بعد این رو شلاق رو میزدن که تمام این پوست کشیده بشه که بتونه گوشت رو کامل بکشه. یعنی از گردن و پشت و تمام پاها خون جاری بشه و شلاقی که با سرب و با شیشه و استخوان باشه پوست رو بکنه و خون و گوشت با هم قاطی بشه. وقتی رئیس سربازها میدید که محکوم داره زیر شلاق میمیره، میگفت دست نگه دارید، وگرنه اندازه نداشت، هر چند تا شلاق بود بریم میزدن و عیسی مسیح رو زدن. در متی 27 میگه سربازان ابتدا عیسی را به حیاط کاخ فرماندار بردند و تمام سربازان دیگر را به دور او جمع کردند. سپس لباس او را درآوردند، شنل ارغوانی بر دوش او انداختند، تاجی از خارهای بلند درست کردند و بر سرش گذاشتند. اینها بعد از شلاقش بود. و یک چوب به نشانه عصای سلطنت به دست راست او دادند و پیش او تعظیم می‌کردند و با ریشخند می‌گفتند درود بر پادشاه یهود. پس از آن به صورتش آب دهان انداختند و چوب را از دستش گرفته بر سرش زدند. به سرش هم، به جمجمش هم چوب رو زدند. در یوحنا 19 آیه 16 و 17 میگه سربازان عیسی رو گرفته صلیب بر دوش او گذاشتن، از شهر بیرون بردن، چون توی شهر نمیتونستن محکومان رو مصلوب بکنن، باید میرفتن بیرون شهر، دیوار بیرون شهر اورشلیم و اون رو به محلی بردن به نام جمجمه که در عبری به اون گالگاتا یا جلجتا میگن. صلیب
که از چوبی بین 75 تا 100 پوند بود، یعنی یه چیز بیشتر از 50 چند کیلو پوند وزن صلیب بود. این رو میذاشتن روی دوش خود مصلوب و این باید خودش این رو میکشید و روی خیابان‌ها راه میرفت و به طرف جلجتا میرفت و عیسی مسیح رو گذاشت روی دوشش و به سوی جلجتا به راه رفت. کشمکش روحی، عرق خون از پیشانی، بیخوابی، بی آب و بی غذایی، دادگاه پشت سر دادگاه، محاکمه، شلاق، سیلی و چوب خوردن، تمام بدن مجروح و غرق در خون، در روی سرش تاج خار و صلیب به این سنگینی را در خیابان‌ها به دوش کشید و به راه جلجتا را برای ما پیمود. بعد میدونین که به صلیب کشیده شد. به صلیب کشیده شدن بدترین نوع کشتن بود. چرا؟ چون زجر رو طول میده. کشتن رو بیشتر از همه طولانی میکنه. شما مثلا گیوتین، دار، تفنگ، صندلی الکتریک هر کدوم باشه اینا در یه لحظه با یک تیر با یک تبر از بین میره. ولی صلیب ممکنه انقدر طول بکشه و دردناکترین و زجردارترین. و این متاسفانه از کشورهای مختلف، از اسکندر مقدونی اول به یونان و بعداً به روم و از روم به اسرائیل میان که بدترین گناهکارا رو به صلیب میکشیدن. گناهکار رو روی چوب بر روی زمین میخوابوندن و با میخای خیلی سنگین، میخای طویله، میخ بزرگ وسط مچ دستشون رو مصلوب میکردن و دوتا پا رو هم و میخ میزدن که این بچسبه و نتونه حرکت بکنه. و برای همین که فقط مصلوب بتونه نفس بکشه میتونست خودش رو بالا بکشه، چون در دستا تکون خود نتا اینجوری خودش رو بالا بکشه که قفسه سینه باز شه و بتونه نفس بکشه. ولی بعد از مدتی در اثر انقباض عضلانی قفسه سینه و قفسه درونی سینه منقبض میشد و این باعث میشد که مصلوب بتونه نفس رو بکشه ولی نفس رو بیرون نده، دم داشته باشه ولی بازدم نداشته باشه و این باعث میشه که غلظت دی اکسید کربن در خون زیاد بشه، چون اکسیژن میگیره ولی نمیتونه پس بده. دی اکسید کربن که زیاد بشه تمام قلب چیز بشه، منقبض بشه و از کار بیفته و برای همین ممکنه این حتی چندین روز طول میکشید که مصلوب روی صلیب بمونه و زنده باشه، در زجرآور بمیره با تنگی نفس. برای همین که زمان صلیب رو کوتاه کنن در اینجا خوندیم فریسیان چون فردا عید نزدیک بود و عید فسح بود، بزرگترین عیدشون پس اوور بود، روز شنبه نزدیک بود، اومدن و به هیرودیس و به سربازان گفتن که بیان پاهای اینا رو بشکنین، اینا پاها رو میشکندن که دیگه نتونه اون مصلوب خودش رو بکشه بالا، همونجا بمونه و دیگه نه میتونه نفس بکشه نه میتونه بده بیرون و بمیره. برای اومدن گفتن پای همه رو بشکنین که این زمان کوتاه‌تر بشه، ما باید این تا قبل از آفتاب غروب بکنه این مرده ها بمیرن. و اومدن سربازان، این رو در کلام خوندیم، سربازان اومدن عیسی رو که نگاه کردن دیدن که اون مرده و پاشو نشکوندن. اون دو دزدی که در بین دست راست و چپ عیسی مسیح بود اونا رو پاشون رو شکوندن ولی پای عیسی رو نشکوندن. و یه چیز بسیار جالبتر از اینه که اینی که در علم پزشکی هم باز ثابت شده، با نیزه پهلوی اون رو سوراخ کردن و اینجا نوشته آب و خون از اون بیرون اومد. این آب و خون مثل یه مدرک پزشکی قانونی این رو میتونه بکاره. این دقیقاً دلیل اینه که آب وقتی که قلب از کار بیسته نتونسته خون پمپ بکنه، این آب به اطراف قلب میاد و وارد ریه میشه و وقتی که اینو میزنن آب و خون میاد بیرون. این دلیل قلب از کار افتادنه، یعنی کسی که مرده قلبش از کار افتاده و آب و خون وارد ششش شده. پس این هم حتی دلیل کامل این که از نظر پزشکی عیسی مسیح مرد، کاملا مرد. بنابراین تئوری این که این قش کرده بود و از روش رفته بود و اینا دیگه خیلی مسخره به نظر میاد، چون اون سربازی که اونجا وایساده که تعارف داره همه رو میشکونه و صلیب کشیده، وقتی نیزه رو میزنه بین آب و خون اومد میدونه که این مرده. این دلیل پزشکی قانونی. بعد او را دفن کردن. پس عیسی مرد، اینو کامل فهمید. بعد او را دفن کردن خیلی با دقت. یوحنا 20 آیه 41 میگه در نزدیکی محل صلیب کشیدن باغ کوچکی بود و قبری تازه که در آن زمان تا کنون کسی در آن دفن نشده بود. پس چون روز شنبه در پیش بود جسد عیسی را در آن قبر دفن کردن.
در تصمیه در کتاب عهد عتیق میگه به یهودیان دستور داده شده که جسد مرده نباید شب روی به اصطلاح صلیب یا هر جا بیرون بمونه، باید دفن بشه تا قبل از اینکه شب بشه، تا قبل از این باید دفن بشه، به خصوص که روز سبت بوده. در حالی که رومیا وقتی یه نفر رو میکشتن یا به صلیب میکشیدن همینجوری مرده ها رو میریختن رو هم، حالا هرچی میریختن تو کوچه، میریختن تو آشغالدونی یا حالا هرچی. ولی یهودیان مراسمشون این بود و به خصوص که شنیده بودن، اینجاش خیلی جالب بود که اینا میدونستن که شنیده بودن تا نباش چیزکی که از گوش دهن این و اون و رسولان، چون عیسی مسیح بهشون گفته بود من میمیرم روز سوم قیام میکنم به طرف شما برمیگردم، همه اینا رو پیشگویی کرده و به اونا گفته بود. یهودیان هم اینو میدونستن کاملا و چون میخواستن جلو اینو بگیرن اومدن چیکار کردن؟ رفتن به هیرودیس گفتن نه تنها که این موضوع برای اینا درخواست کردن که نه تنها همان شب جسد رو دفن کنن بلکه یه جایی بذارن که نگهبانم براش بذارن و این رو در متی 27 آیه 57 میخونیم. این رو اومدن در قبر کسی به اسم یوسف رامعی که مرد ثروتمندی بود، صاحب قبر بود، از کاهنان یهود بود، اون و نیقودیموس جسد رو دفن کردن طبق مراسم یهود. طبق مراسم یهود چجوره؟ اول جسد رو روی سنگ قبر میذارن، بعد میشورن، با آب گرم میشورنش، مرده رو میشورن، بعد پارچه های کتان سفید مثل کفن، پارچه کتان سفید رو از پا اول دستون برمی‌دارن، از پا میپیچن میارن تا زیر بازو، بعد دستو میارن پایین، از تمام دست میپیچن میارن تا زیر گردن، بعد با یه چند لایه دیگه سر رو فقط میدن، یعنی 3 تیکه مختلف از پارچه بزرگ کتان سفید به اضافه مواد معطر کننده و مر که مر از نظر دارویی خاصیت چسبندگی داره، باعث میشه که این کفن به بدن بچسبه. مر رو هم به اندازه نصف وزن بدن مرده. مثلا اینجا در انجیل نوشته که نیقودیموس حدود 30 کیلو مر خرید، پس مثلا این شخص باید حدود 60 کیلو وزنش بوده. این رو میذارن و کفن رو میپیچن، در اون میپیچن و چیز میکنن. بعد توجه کنید که اینو در 1 لا و 2 لا نبود، در 3 قسمت پیچیده شده، مثل مومیایی این جسد سنگین میشه. بعد در قبر رو بستن. این خیلی جالب تره، حالا همینجوری ادامه داره. با چی؟ ما چند وقت پیش در اسرائیل هنوز هم میبینیم که اونا مثل قبراشون مثل ما که زمین رو بکنن و بذارن نیست. قبرای اونها یه حالتی توی دیوار قبرشونه و روش رو سنگ میذارن. من حتی عکسشو دارم اگه کسی خواست ببینه. هنوز قبرای کوچیکی که یه سنگ‌های گرده و جلوش گذاشتن و این حالت هست. ولی سنگی که برای قبر عیسی مسیح گذاشتن در یونانی میگه مگا اسپادرا، مگا، انقدر بزرگ بوده، یه چیز حدود 2 تن وزن این سنگ بوده. برای چی؟ برای اینکه میخوان محافظ بذارن، این سنگ هم بذارن که مطمئن بشن مبادا خبری بشه. این خبری که از اون میترسن چیه؟ در متی فصل 27 آیه 62 میگه که از چی میترسن، که متی فصل 27 آیه 62. صبح روز بعد که شنبه بود، کاهنان اعظم و فریسیان نزد پیلاتوس رفتند، گفتند قربان به یاد داریم که آن فریبکار یعنی مسیح وقتی زنده بود یک بار گفت من بعد از 3 روز زنده میشم. پس خواهش میکنم دستور بدید قبر رو تا 3 روز زیر نظر داشته باشن تا شاگردانش نتوانن بیان بگن و جسد اون رو بدزدن و ادعا کنن که اون زنده شده. اگر موفق به این کار شدن وضع بدتر از اول میشه. پیلاتوس گفت چرا از محافظین معبد استفاده نمی‌کنید؟ اومدین محافظ منو گرفتید. پس آنها رفتن و سنگ را در قبر را مهر کردن و نگهبان گذاشتن تا کسی به آن قبر نزدیک نشود. اگر ما اینجا الان نمیدونیم که این محافظین مال معبد بودن یا مال پیلاتوس بود، رومی بودن. اگر مال معبد بودن در اون زمان 27 تا گروه 10 نفره داشتن، یعنی یک واحد اگر به اینا میدادن این 10 نفر بود که باید محافظ این سنگ بودن و این سنگ اینقدر بزرگ بود مگا جلوی این قبر رو گرفته بود و 10 نفر اونجا وایسادن و دارن شبانه روز و اگر پلک بزنن و خوابشون ببره و در عین به اصطلاح اون گاردی که دارن، شیفتی که دارن کار اشتباه بکنن، با لباس تنشون طبق قانون معبد باید میسوزوندنش. برای همین هیچ کی همچین ریسکی نمیخواد.
اگر مال رومیا بودن، رومیا 16 نفر گاردای 16 نفره داشتن که از این 16 نفر 4 نفر بیدار میموندن، 12 نفر میخوابیدن. حالا هر کدوم از اینا بوده شما صحنه رو پیش خودتون مجسم کنید که یه عده موندن. بعد میان مهرم میذارن با رس به اصطلاح مهر فرماندار رو روی طناب میکنن که اگر به هیچ دلیل این طناب پاره بشه، مهر پاره بشه، کاملا مشخصه و این سربازا کشته میشن. این در باز شد. نه هل بدین، وقتی یه چیز رو هل بدین پرت میشه دیگه، درسته؟ ولی در کتاب نوشته سنگ به پهلو غلتیده شد، یعنی انگار یکی اینجوری هلش داده باشه، نه اینکه هلش بده، قل بده، غلتیده شد. کلمات رو توجه کنید، خیلی جالب، معانی توش داره، ننوشته یکی غلتیده شد. عیسی مرد و دفن شد و روز سوم از مردگان قیام کرد. آمین. روز یکشنبه لقا 24 صبح خیلی زود زنها عطرهایی که تهیه کرده بودند با خود برداشته به سر قبر رفتن. در آیه 10 میگه زنهایی که به سر قبر رفتن عبارت بودن از مریم مجدلیه، یونا، مریم مادر یعقوب و چند زن دیگر. پس یه نفر دو نفر هم نبودن، چندین زن بودن. اینها رفتن و وقتی به آنجا رسیدن دیدن سنگ بزرگی که جلوی دهان قبر بود به کناری غلتانیده شده است. پس وارد قبر شدن، اما جسد عیسی خداوند آنجا نبود. آنگاه دو فرشته را دیدن که به آنها گفت دنبال کی میگردید؟ او اینجا نیست، او برخاسته است. امروز هم روی قبر عیسی مسیح اون دری که گذاشتن روی قبرش نوشتن او در اینجا نیست، او برخاسته است. قبر خالی تا مرکز اورشلیم 15 دقیقه بیشتر راه نبوده. فکر میکنیم که چند هزار نفر به طرف این قبر دویدن. بعداً در انجیل خوندیم که مریم مجدلیه میره، بعد میره به پتروس و یوحنا میگه، بعد تمام اونای دیگه میرن و بعد تمام مردمی که شاید اطرافیان بودن، خیلی از رئیسای کاهنه یهودیان حتما میرن. 15 دقیقه بیشتر. چی شده؟ این قبر کجاست؟ این چطوری مهر باز شده؟ کی این در رو باز کرده؟ و ممکنه پیش خودمون بگیم خب اینی که شما میگین خانم کشیش به نظر ما خیلی جور در نمیاد. آخه این چطوری میشه؟ قیام که به عقل جور نمیاد. دلیلی که به نظر شما جور در میاد چیه؟ به من بگی شما دلیل میشه. دلیل من اینه، دلیل من قیامه، چون به نظر من خدایی که جهان هستی و آفرینش رو آفریده، قیام که براش کاری نداره، آب خوردنه. ولی دلیل شما چیه؟ چه دلیل دیگه ای ممکنه برای این سنگ و قبر خالی و لباس‌های کتون که کفن که اونجا افتاده انگاری که باز اونجا گذاشته شده باشه، مهر باز شده، سنگ غلتیده و کفن‌های باز شده اینجور باشه. برای غیر ایمانداران خیلی تئوریا و فرضیه بوده. فرضیه دزدیدن جسد به دست شاگردان در متی 28 هم حتی به این اشاره شده. 28 آیه 12 و 13 میگه سران یهود اومدن به نگهبانا گفتن ما به شما پول میدیم بگین ما خوابمون برده و وقتی ما خواب بودیم این شاگردان اومدن جسد رو بردن، مطمئن باشین ما به رئیستون میگیم شما رو نکشه. این نوشته شده که حتی خواستن رشوه بدن. ولی خنده‌دار نیست. شما اگه یه جا خواب باشین، یه نفر دو نفر، نه این همه افرادی که ما گفتیم سربازان، یه در خونه بسته و بازشه شما از خواب میپرید، یه سنگ 2 تنی رو قل بدن این 11 نفر و شما خواب باشین. بعد این 11 نفر در چه شرایطی بودن؟ اگر کلام رو بخونید وقتی که مصلوب شدن از ترس داشتن میمردن، زندگی خودشون هم رفته بودن توی زیرزمین نشسته بودن میلرزیدن، جرئت نمی‌کردن آدم نصف شب باورچین 11 تا بیاد نگاه کنه اینا هم چیزن سنگ بدن اون به دوزانه برن. خیلی جالبه نه؟ هیچ کس هم بیدار نشه. تئوری این که قبر اشتباهی خیلی جالبه. تئوری قبر اشتباهی میگن که این زنان که رفتن اون یارو بهشون گفته دنبال کی میگه این اینجا اشتباه شما اومدید، نه اینکه اون اینجا نیست، این قبر اشتباه، این قبر این همه زن یه نفر داره، چندین زن همه اشتباه رفتن. بعد رفتن به پتروس و یوحنا اونم اشتباه رفتن. بعد این همه سران مختلف رفتن اشتباه رفتن. بعد سر همه قبرها در 2 تنی بوده، سر همه قبرها مهر و موم بوده، سرباز بوده. از همه جالبتر یوسف رامعی که زنده است که اون که صاحب قبر بوده اونم اشتباه رفته. بنابراین خیلی مسخره است نه؟ و چیزهای دیگه. عیسی روی صلیب جان داد، مرد و دفن شد، از مردگان برخاست و همه او را دیدن. این مژده و خبر خوشه، این مژده و خبر خوشه که به اون ایمان بیاریم. با این نوشته تاریخ نویس جیمز هنری تموم میکنم.
عیسی در یک دهکده گمنام از یک مادر جوان ناشناس به دنیا آمد. اون تا 30 سالگی در مغازه کوچکش نجاری میکرد. 3 سال آخر عمرش رو واعظ دوره‌گرد شد. در تمام طول زندگیش حتی یک کتاب هم ننوشت. هیچ وقت دفتر کار یا محل کاری نداشت. هیچ وقت صاحب خانه‌ای نشد. خانواده نداشت. به دانشگاه نرفت. تحصیل نکرد. هیچ وقت پایش به خاک هیچ کشور بزرگی نرسید و در تمام زندگیش بیشتر از 100 کیلومتر از محلی که در آن به دنیا آمده بود بیشتر نرفت و سفر نکرد. هیچ وقت هیچ کاری که با جاه و جلال، ثروت و مقام و منزلت همراه باشد انجام نداد. هیچ وقت هیچ مدرکی برای اعتبار صحبتش نداشت جز حرف خودش و عمل خودش. هیچ مدرکی دیگه نداشت. در جوانی امواج افکار عمومی بر علیه او قیام کرد. او را به دشمنانش تسلیم کردند، برایش دادگاه و محکومیت تشکیل دادند، به او اهانت کردند، او را شلاق زدند، او را بین 2 دزد با میخ به دست و پایش به صلیب کشیدند. کسانی که او را به صلیب کشیدند، در حالی که او روی صلیب جان میداد، بر سر تنها دارایی او در تمام عمرش خرقه تنش قرعه انداختند. وقتی روی صلیب جان سپرد، جسد او را برداشته و در قبر یک آشنا که دلش به حال او به رحم آمده بود در قبر قرضی این شخص دفن کردند. این زندگی او به نقش یک انسان بود. بعد او از مردگان قیام کرد. بیش از 2000 سال آمد و رفت با تمام خبرهای مهمی که در هر قرنی اتفاق افتاده. اون مرکز اصلی و پایه اساس بشریت است. به جرأت میتوان گفت که از تمام سربازان نیروی زمینی که در تمام طول تاریخ جنگ کرده یا رژه رفتند، از تمام نیروهای دریایی که ساخته و تشکیل شدند، تمام رؤسای مجلسی که تا به امروز تشکیل کابینه دادند، تمام پادشاهانی که در طول تاریخ سلطنت کردند، همه جمعاً نتوانستند به اندازه این یک نفر تغییر مثبتی در بشریت ایجاد کنند و نتوانستند قلب‌های مردم را به اندازه این یک نفر تسکین کنند. مژده ما، خبر خوش ما، قیام عیسی مسیح امشب برای همه. خب خدا رو شکر برای این پیام شیرین. بله اجازه بدید. به طور کلی فخر ما در مسیحیت قیام مسیح و ادعای همه ما حتی دشمنای مسیح اینه که مسیح از قبر برخاست. پولس رسول میگه در همون 15 آیه 16 میگه لیکن بالفعل مسیح از مردگان برخاست و نوبر خوابیدگان شد. آمین. اگر 4 انجیل، ما 4 تا انجیل بیشتر نداریم، متی، مرقس، لوقا و یوحنا. متی 28 فصل 28 رو نداشت. اگر مرقس فصل 16 رو نداشت، اگر لوقا فصل 24 رو نداشت و اگر یوحنا فصل 21 رو نداشت، مسیحیت پوچ بود. مسیحیت درست مثل ادیان دیگر قبل داشت و ما میرفتیم تو سر خودمون میزدیم، هر روز چلش میگرفتیم، سالگردش میگرفتیم، نظم میکردیم، میبردیم حرم درست میکردیم، میرفتیم عبادتش میکردیم، ذریح رو میبوسیدیم. نه، اینا رو نداریم. خوشیم که مسیح رو داریم که به ما گفت، خداوند همیشه گفت بابا شاد باشید. باز هم میگویم شاد باشید. ما در مسیحیت همیشه شادی داریم. هیچ وقت ما
بسیار قشنگ کشی سارا بود. خدا رو شکر برای وجودش. به هر حال ما چیز رو اشعار ربانی رو صحبت میکنیم. قرنتیان 23 قرنتیان 11:23 مسیح یعنی پولس رسول میفرماید این را از خداوند یافتم و که به شما اعلام میکنم در شبی که عیسی مسیح خداوند را دستگیر کردن، در همان شب، یعنی وقتی دستگیر شد اون رو گرفته، بعد این در اون شب چیکار کرد؟ عشای ربانی رو انجام داد. به نشان میگه نان را گرفته شکر نمود و پاره کرد و به شاگردان داد، گفت این است بدن من که برای شما پاره پاره میشه، بگیرید این رو به یادگار من بخورید. و سپس پیاله را گرفت و گفت این است خون من در عهد جدید که برای شما، برای گناهان شما ریخته میشه. این را بگیرید و بنوشید به یادگار خون من. اینم بدونید که باید اینو با شایستگی این کار را انجام بدید. هیچ اگر غیر از این باشه، ناراحت بشید، از کسی ناراحتی داشته باشید، نباید بخورید، چون واقعا براتون ناراحتی تولید میشه. ملتزم خون مسیح هستید و گرفتاری براتون پیدا میشه، پس نخورید دوشا. اگر من ناراحتی از دوستم دارم، میام کلیسا میخوام شام شرکت بکنم، نباید این رو بخورم. متوجه؟ این است که مجرم در خون و بدن عیسی میشه. و بسیاری چیزهای دیگه که ما این واقعا ملزم هستیم. خود مسیح فرمود تا من باز بیام، وقتی که شما ربچه شد، به معذرت بخوام، وقتی شما ربوده میشی در آسمان، یک سفره پهن میکنم همتون توی نشای ربانی شرکت. ببینید چقدر جالبه. اون آدم بدنش مثلا، من که خودم واقعا اینطوری میشه وقتی یاد اون روز میفتن، یاد اون لحظه میفتن که خب مسیح فرمود من دیگه نمیخورم از میوه نو تا روزی که با شما در ملکوت رو بجام. خدا رو شکر برای این. سرود رو میخونیم. اول نان رو به یادگار بدن مسیح. شما برداشت؟ همه برداشت. به یادگار خون مسیح. خب سرود رو در شب آخر شاه جهان نشسته بود بین شاگردان، با دستان آن را پاره می‌کرد، بر شاگردان حاضر می‌کرد، بر شاگردان حاضر می‌کرد. آن
روزگار من. هر مردمان را شما خورید، این پیاله را شما نوشید، ظاهر خواهید کرد مطرب مرا، تا من باز آیم نزد شما، تا من باز آیم نزد شما. هر از دادا پیاله را خورد نالای نزد خدا، آن کباب شخص می‌گردد مجرم در بدن و در خون عیسی، در بدن و در خون عیسی. زیرا هر کس این عمل کند خورد نوشد فتوای خدا، دیگر راحت اون گنهکار در آن حضور پاک خدا، در آن حضور پاک خدا. هللویا. عبادتتون قبول باشه. هر کس مایل براش دعا کنیم تشریف بیاره. مثل یه مجدد میخوایم سرود جاری. سه تا دیگه بس